شامتون بخیر باشد بینندگان عزیز. شما برنامه اخباری آزادی رو از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تماشا دارید. امروز 24 نوامبر با اتفاق کرونا این موضوع را پیشنهاد خواهیم کرد. امنیت یا درآمد، ناراحتی ساکنان تاجیکستان از خرج پول برای ثبت ایمیل و رسمی کنانی گمرکی تلفن‌های موبیلیشان. می توانست که همه چیز را برایمان به طور اتوماتیک حاضر یکی از راه‌های کمتر مبلغ جمع کردن از مردم شده است. جنگ در غزه موقتا قطع شد. طبق وعده در روز اول آتش بس ده‌ها گروگان‌های اسرائیلی و فلسطینی عبارت از زنان و کودکان آزاد می‌شوند. هدف ما از این سازش آتش بس پایدار است. و یک کارشناس بین‌المللی میگوید شرایط معیشی زندان‌ها در تاجیکستان بهبود می‌یابد. اما شروع میکنیم از یک خبر. پرونده جنایتی دلشاد سید مرادوف همراه با 13 گمانبر دیگر در ربودن و قتل بانکدار تاجیک شهرت اسمت اللهیف آخر هفته گذشته برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. در این خصوص دادستانی کل در یک پاسخ کتبی به آزیا پلوس خبر داد. دادستانی همچنین دلشاد سید مرادوف را همچون رهبری گروه متشکل جنایتی نام برده است. بانکدار شناخته ماه ایون امسال ربوده و کشته شد. جسد اسمت اللهیف را بعد تقریبا 2 ماه جستجو در دریای زرافشان پیدا کردند. مقامات میگویند در ربودن شهرت اسمت اللهیف 15 نفر دست داشتند. ثبت رمزی ایمیل تلفن‌های ساکنان در تاجیکستان اکنون پولکی شده است و این اقدام نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی را به میان آورده است. مردم را بیشتر بوج گمرکی ناراحت نموده است که باید پرداخت کنند. مبلغ ثبت ایمیل 50 سومانی است، ولی در عموم با نظرداشت پرداخت‌های گمرکی قریب از 15 تا 20% مبلغ تلفن را تشکیل می‌دهد. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتر دارند. در تاجیکستان منع استفاده تلفن‌های هوشمند یا گجت‌هایی که در مخزن یگانه رمزهای ایمیل به قید گرفته نشدند آغاز گردید. ثبت رمز قبلا رایگان بود، حالا با پول است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین‌المللی تجهیزات موبیلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. خدمات علاقه هدف از ثبت رمز را راه برای تامین امنیت گفته است. به نظر بعضی کارشناسان این عمل یک راه نوی پولکارکنی است. به طور اتوماتیک ثبت نام شدن این چیز علاقه خودش برای مانده شدگی بود و می توانست که همه چیز را برای مان به طور اتوماتیک حاضر یکی از راه‌های کمتر مبلغ جمع کردن از مردم شده است. چون که اگر که ببینیم با خبرهای گوناگون از 10 تا 15% نرخ خود تلفن رو تجهیزات رو میگیرن، حالا که تلفن 10,000 سومانه هم همون ایمیل دارد و تلفن 300 سومان 500 سومان میخریدگی هم همون ایمیل دارد. از شرکت نیت سولوشنز مسئول ثبت رمزها در صحبت تلفنی گفتند تا 1 اکتبر امسال همه ایمیل تلفنی ساکنان به طور اتوماتیک ثبت شدند. تلفن‌هایی که بعد ورود از خارج در مقامات گمرک ثبت نشدند، صاحبان آنها از طریق سامانه نیت سولوشن در برابر ثبت ایمیل دیگر پرداخت‌های گمرکی را باید سپارند. در این گوشه سامانه ایمیل تیجیکی خدمت‌رسانی‌های آنلاینی انجام داده می‌شود، قیمت ثبت ایمیل و دیگر رسمیات نشان داده شده است. نه همه ساکنان درباره چی بودن ایمیل و شیوه ثبت آن معلومات دارند، ولی می‌دانند که در صورت ثبت نکردن دیگر به جای زنگ زدن نمی‌توانند. مشکلی میشه که بسیار برای فرزنداشون در راه‌های دور هستند. بسیار مشکلی برای همصحبت شدن، همدیگر رو فهمیدن بسیار مشکل میشه. البته مشکل میشه. نکی پیشروی این باید که قد نگرده. ما 3-4 ماه الی 5 ماه پیش خیلی پیشتر کرده بودم، اما SMS کد اومده بود. حکومت قرار ثبت رقمی ایمیل ها را سال 2020 صادر کرد و مقامات تاجیکستان از مردم خواستند هر چه زودتر ایمیل تلفن های موبیلی خود را ثبت نمایند تا مشکلی های دیگر پیش نیاید. طبق خبر مقامات در کشور حدود 2 میلیون رمز فعال ایمیل موجود است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یک کارشناس بین‌المللی که با مقامات تاجیک برای اصلاحات در زندان‌های تاجیکستان کار می‌کند میگوید شرایط مؤسسه‌های اصلاحی بهبود می‌یابد. به گفته عظمت شامبیلوف که سال‌های گذشته و ماه اکتبر امسال با شرایط زندان‌ها آشنا گشت، کار در سمت بهتر شدن نظام زندان‌ها باید ادامه یابد. همکارم خیرمان بقازاده با عظمت شامبیلوف صحبت کرد. عظمت شامبیلوف 5 سال بعد شروع اصلاحات در زندان‌های تاجیکستان ماه اکتبر امسال از محبس‌ها دیدن کرد.
آشوب در محبس خوجند و نارضایت از شرایط زندانها به شروع اصلاحات سبب شد. هرچند مطبوعات همان حق دیدن از محبس ها را ندارد، به قول شنبیلوف بیش از 10 سازمان جمعیتی محلی و بین المللی با زندانهای تاجیکستان کار میکنند. سازمان‌های مثل حقوق و تشبث، مرکز حقوق انسان، بیورو عاید به حقوق انسان، DVV اینترنشنال، این سازمان‌ها برای محکوم شده‌ها برنامه‌های اجتماعی فراهم می‌کنند که تأمین زندانی‌ها را با جامعه شناسان، روانشناسان، اینچنین آموزگاران در نظر می‌گیرد تا که محکوم شده‌ها با آزادی برآمده از پی کار نه دزدی و کشتار شوند. مقامات تاجیک گفتند 1000 زندانی در تاجیکستان با کار تامین شدند. در 5 سال گذشته زندانی ها 97 میلیون سومانی را چون جبرانی جنایت پرداخت کردند. میگویند مقامات سنجیدن درستی این آمار امکان ندارد. کارشناس مستقل اقرار می شود که کار هنوز زیاد است. به شبهه در همه کشورهای جهان مسئله اساسی زندانها کمبود مبلغ می باشد. این مشکلی دائمی است چون که مبلغی که به این نظام داده می شود بعد پرداخت همه خراجات دیگری بودجه جدا می شود. مسئله دوم این نظام در تاجیکستان در کمبود متخصصان ساحه است. در کشور یک مؤسسه ویژه تربیه کارمندان زندانها وجود ندارد. بر اساس یک سازشنامه با قزاقستان، تاجیکستان متخصصانش را در اکادمی کوستانای آماده می کند. وقتی آن رسید که اکادمی خود را باز کند. سازمان‌های حامی حقوق انسان تاجیکستان را برای مرافعه‌های ناعادلانه، وجود مشکلات مثل فساد، اذیت و آزار و هم شکنجه در مؤسسه‌های بسته تنقید می‌کنند. شاید در آینده ما با وزارت کارهای داخلی در مسئله اصلاحات در نظام پلیس همکاری برپا کنیم تا برخی معیارهای بین المللی جاری شوند. کار خادمان پلیس در جریان تفتیشات و بازپرسی‌ها تقویت یابد. این همان ساحه‌ای میباشد که برخی شهروندان درباره وجود قانونشکنی و مناسبت بیرحمانه پلیس شکایت میکنند. در زندان‌های تاجیکستان نزدیک 10,000 نفر از جمله 370 زن نگهداری میشوند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در نوار غزه نظام آتشبس موقت بین گروه حماس و اسرائیل به اجرا درآمد. آتشبس با میانروی قطر، مصر و آمریکا حاصل شده است. هنگام آتشبس به نوار غزه کمک‌های بشردوستانه ارسال می شود و حماس با اسرائیل تبادل گروگان می کند. گزارش را در این باره از همکارم طاهر سفر می بینیم. قرار است در این روز 24 نوامبر 13 زن و کودکان اسرائیلی در غزه رها کرده شوند که یک شرط آتشبس 4 روزه میان حماس و اسرائیل است. قطر که برای بستن سازش مساعدت کرده است گفت این گروه اولی گروگانان است که آزاد می شوند. 13 نفر هستند. همه‌شان زنان و کودکانند. گروگانانی که از یک عائله هستند در یک گروه خواهند بود. هر روز یک دسته غیر نظامیان آزاد می شوند و بر طبق سازش در 4 روز 50 نفر خواهند بود. بر اساس سازش آتشبس باید جنگ در تمام شمال و جنوب غزه قطع شود، گرچه تا چند ساعت پیش از سازش هم ادامه داشت. جنگ در غزه تقریبا 2 ماه پیشتر آغاز یافت. با گفته مقامات مصر که در سازش هم میانجیگری کردند، اجازه میدهند که روزانه به غزه 200 ماشین کمک و هم گاز و بنزین وارد شود. قرار است اسرائیل در زمان آتشبس 150 زن و نورسان فلسطینی را از زندان آزاد کند. اسرائیل همچنین گفته است سری هر 10 تن از گروگانان دیگری آزاد شده سازش آتشبس را یک روزی دراز می کند. هدف ما از این سازش آتشبس پایدار است. مقامات قطر میگویند امیدوارند 4 روز قطع جنگ امکان میدهد دو طرف سر یک آتشبس پایدار و پایین دادن به خونریزی اندیشه کنند.
برنامه را ادامه میدیم. پیشنهاد گذاشتن بیبی باکس یا قوطی‌های مخصوص برای اطفالی که بی نکاح به دنیا آمدند در جامعه قرقیزستان بحث برانگیز شد. در 2 هفته اخیر در این کشور 3 نوزاد پرتافته شده را پیدا کردند. 2 طفل را از پرتابگاه و یکی را از خیابان یافتند. در پارلمان قرقیزستان پیشنهاد دارند که بیبی باکس یا قوطی‌های گذاشته شوند که زنان توانند اطفال نخسته خود را در آنجا بگذارند. گزارش تلویزیونی نسته شیوریم در این باره را همکارم زرانگیزی نوروشا تقدیم میکند. این طفل نوزاد را 5 روز پیش در محله ارچبشیک بیشکک پیدا کردند. آن روز بارانی نوزاد در یک قوطی تر با سر و روی افلاس خوابیده بود. به نقل پلیس طفل از سردی کبود شده اما زنده بود. او را بعد تولدخانه بردند. با خواست خدا فکر میکنم ما او را نجات دادیم. یک روز پیش از این حادثه راهگذران در ناحیه جلال‌آباد قرقیزستان از نزد پرتوگاه یک دخترچه نوزاد را پیدا کردند. نوزاد را به بیمارخانه انتقال دادند و طبیبان گفتند حال وضعش معتدل است. وزارت تندرستی قرقیزستان وضع یک نوزاد دیگری را هم که روز 8 نوامبر از نزد پرتوگاه پیدا شد خوب ارزیابی کرده است. با کمک راهگذران این طفل هم زنده ماند. پلیس هویت مادر 21 ساله نوزاد را معین کرده است و به او 2 سال زندان تهدید میکند. این حادثه ها در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیادی برپا کرده است. پارلمان این کشور بار دیگر از حکومت طلب کرد که در کوچه ها بیبی باکس یا قوطی و جای برای نگهداری کودکان گذارند. من هنوز در دعوت گذشته هم پیشنهاد کرده بودم که در زایشگاه ها بیبی باکس گذاشته شود، ولی آن وقت حکومت پاسخ داد که این برای نظام عائله‌داری این کشور مطابق نیست و برای چنین قوطی ها مبلغ زیاد لازم می شود. حالا یک سوال این است که آیا جان آدم چقدر ارزش دارد؟ شما میدانید که در جامعه پدرسالار ما دختران را میترسانند. اخیراً معاون رئیس دیوان وزیران ادیل بیسالف جلسه اضطراری برگزار کرده از کارمندان خدمات اجتماعی خواست کارهای فرماندهی را عاید به حفظ حقوق کودکان پرزور کنند. قبلا این منصبدار گفته بود بیبی باکس ها مشکل را حل نخواهند کرد. شما میدانید بیبی باکس این راه حل نیست. این مسئله 10 درجه است. آدمانی که نمیفهمند فکر میکنند که بیبی باکس گذاشتیم و مشکل حل شد. اما پیش از این ما باید سندهای حقوقی را تغییر دهیم و قدمهای سبکتر را گذاریم. با گفته طرفداران بیبی باکس چنین تجربه در بسیار کشورهای دنیا وجود دارد. زنانی که میخواهند از نوزاد ناخسته‌شان دست کشند امکان دارند طفل را در چنین قوطی یا نقطه ها گذارند، نه در پرتوگاه. با این شیوه عمل زنانی که از کودکان خود دست میکشند مخفی میماند. هیچ کس آنها را نمیبیند و محکوم نمیکند. با باور جانبداران کودکان در بیبی باکس یا قوطی ها حداقل در شرایط گرم و امن خواهند بود. اما برخی از حامیان حقوق بشر ضد این پیشنهاد هستند. من فکر میکنم این کار غیر اخلاقی و بی نتیجه است. اگر چنین قوطی ها گذاشته شوند، این برای زنهایی که در حالت بد قرار دارند یک پیامی خواهد شد که مرحمت، اگر شما در چنین حالت هستید می توانید از کودک دست کشید. با باور توردیبکووا اگر زن میخواهد از کودک دست کشد طبق قانون باید در زایشگاه زبان خط نویسد، ولی اکثر دختران از بی‌آبروشوی میترسند. حامیان حقوق میگویند ضرور است که قانون در چنین موردها مردها را هم که با عیب آنها اطفال ناخواسته به دنیا میآید مسئول کند. و خبر کوتاه ورزشی در مسابقه بین‌المللی جودو تاسکلوی بزرگ که روزهای 2 و 3 دکامبر در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار می شود، تاجیکستان را ده ورزشکار نمایندگی خواهد کرد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154,000 یورو مقرر شده است. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان مهربان، تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان رسید. خبرهای از اون بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و نقل هستی که پیدا کنید. شما را در 2 روز آینده به خدا میسپاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.